سلام، روز خوش. خوش آمدید به جلسه آموزش طراحی چشم از روی مدل. چیزی که امروز قراره در موردش صحبت کنم طراحی این چشم از روی مدل هست. در جلسات قبلی توضیحات مختصری دادم در مورد شیوه کار و جلسات. امروز ادامه میدیم کار رو. برای اینکه این مدل رو بخوایم طراحی کنیم چند تا نکته رو باید توجه کنیم. ببینید، برای طراحی هر مدل چشم ما باید یه سری خطوط در نظر بگیریم. اولین خطی که باید ترسیم بشه خط افق چشمه، از گوشه چشم به موازات خط افق، که تصادفاً این چشم ما یه چشم صافه که به این تعیین خودش به موازات خط افق هست، چون هر چشم خود چشم یه خط افق داره و یه خط زاویه. این چشم خط افق و خط زاویهش یکیه. من اگر بخوام این چشم رو در نظر بگیرم، خط افقش به این ترتیب میشه: از گوشه چشم باید یه خط به موازات افق بکشم، یه خط صاف داریم و یه خط زاویه داریم. خط زاویه خطیه که نقطه داخلی چشم رو به نقطه انتهایی چشم متصل میکنه. یه خط زاویه و یک خط افق که بر اساس اون چشم رو میکشم. ولی چشمی که امروز قراره با هم کار کنیم چشمیه که خط افق و خط زاویهش در واقع یکیه و نیاز نیستش که خط زاویه براش رسم کنیم. پس ما یه خط افق باید بکشیم، یک خط باید بکشیم از بالاترین نقطه پلک چشم به موازات خط افق که بتونیم تناسبات رو رعایت کنیم. این خطوط افقیمون هست. خطوط عمودی هم یک خط داریم که از گوشه چشم به صورت عمود کشیده میشه، گوشه داخلی چشم. یک خط داریم از گوشه انتهایی چشم به صورت عمود کشیده میشه. دو طرف عنبیه رو باید مشخص کنیم و خط عمودش رو بکشیم و دو طرف مردمک رو میکشیم. این تناسبات به ما کمک میکنه که راحت تر بتونیم تصویر چشم رو پیاده سازی کنیم. خب شروع کنیم. اول من این خط افق رو میکشم. خط که ترسیم میکنید باید کم رنگ باشه که ساختار چشم رو باید زیباتر بتونیم ببینیم. خط بعدی که میکشم خط افق بالاییه که باید اندازش رو از بالاترین نقطه چشم، این خط رو کشیدم و اندازش رو میگیرم تا اینجا 4 سانتی متر. پس من یه 4 سانتی متر از اینجا فاصله میدم. خط افق بالای چشم رو هم میکشم، بالاترین نقطه. خیلی کم رنگ. خطوط بعدی که به ما کمک میکنن رو شروع میکنم بکشیدن. میذارم از همین جا که انتهای چشم رو بتونم پیاده سازی کنم. انتهای چشم من الان اینجاست. کنار عنبیه رو دارم. مردمک هست. مردمک رو من کوتاه‌تر میکشم، فقط حدودش رو میکشم که خطوط با هم قاطی نشه و گیج کننده به نظر بیاد.
انتهای عنبیه و انتهای چشم که در واقع میشه نوک چشم دیگه، نقطه داخلی چشم. برای من میگم انتها چون از سمت راست شروع کردم بکشیدم. خب این به این صورت. حالا شروع میکنیم به کشیدن چشم. راحت ترین راه ممکنه فکر کنید کشیدن مردمک، از مردمک شروع کنیم به کشیدن قسمت های دیگه، ولی بهترین و دقیق ترین روش اینه که ما این بدنه داخلی چشم رو بکشیم، بعد شروع کنیم بریم به جزئیات و داخل رو بکشیم. خب برای شروع این خط افقمونه، یه نگاه میکنیم که به چه شکل باید بکشیم. اگر اینجا رو ببینید، این تقاطعی که ایجاد شده بین خطوط افقی و خطوط عمودیمون یه سری شکل‌های مشخصی رو برای ما میکشه، مثل مثلث، سوزنقه یا چیزهای دیگه. ما باید بتونیم وقتی چشم رو میخوایم بکشیم دقیقاً این فرم شکل‌ها رو توی شکلی که خودمون هم میکشیم رعایت کنیم. من از نوک چشم شروع میکنم که اینجاست. خیلی اول کم رنگ میکشم، هر جام که اشتباه شد با پاکن خمیری راحت میتونیم پاک کنیم. الان میخوام ببینم که این اندازه چقدره که چقدر دهانه چشمم باز میشه. تقریبا اینجاها میشه حدوداً. نقطه انتهای چشمم هم که اینجاست. خب قسمت بالا هم باید بدونم که فاصله خط بالایی با این قسمت که روی مردمک رو گرفته چقدره، که بخوایم حالا از خطکش استفاده نمی کنیم چون به هر حال حرفه‌ای تره که با مدادمون اندازه بگیریم. تقریبا میشه تا اینجاها. یه بار دیگه که دقیق تر باشه. خب این هم میکشیم. مداد عوض کنم، مداد نوک‌تیستان نیاز دارم. خب یکم پررنگ ترش میکنم.
حالا بخش بعدی رو که باید بکشیم، عنبیه رو میکشیم. میبینید که عنبیه یه بخشیش رفته زیر مژه ها و زیر پلک. فقط ما باید بتونیم این اشکالی که ایجاد شده رو ایجاد کنیم که در واقع بتونیم شکل درستی از عنبیه داشته باشیم. من کم میچرخونم کاغذمو که بتونم بکشم. خب شکل عنبیه رو تقریبا گرد بکشیم. حالا یه مقداری گردترش میکنم. شکلی که ایجاد شده اینو با اینجا مقایسه میکنم، این تیکرم مقایسه میکنم و در نهایت پررنگ ترش میکنم. مردمک هم میکشم. اینجا یه حالت انعکاس نور داریم، اینجا میذاریم. الان نمیخوایم طراحی کنیم، سایه روشن کنیم و فقط جای اینو مشخص میکنیم که ببینیم به چه صورت تو چشم خودش رو نشون میده. حدوداً ببینید تا وسط های مردمک اومده. من مردمک رو اگه از اینجا بکشم دوباره یه اندازه کوچیکی میزنم تا پلک پایین. از اینجا مردمک شروع میشه. شما میتونید که چشم اول دوم که خواستین بکشین برای اندازه هاتون از خطکش استفاده کنید. بعد چندین بار که این طراحی رو انجام بدین، بعد دیگه میتونید به صورت ذهنی یا با استفاده از نوک مداد این اندازه ها رو انجام بدید. خب حالا یه طرح خیلی کمرنگ و کوچیکی ما زدیم، بهتره بریم برای ادامه کار و پررنگ کردن مردمک و کشیدن طرح‌های عنبیه و ادامه کار. این حالتهای گل مانند دور مردمکم من میکشم. از اینجا شروع میکنم یه قسمت هایی رو تیره میکنم و یه سری خط و خطوط میکشم که عنبیه خودش رو بهتر نشون بده. مرتب نوک مداد رو میچرخونم.
یه تعداد مدل های آموزشی رو در داخل کانال تلگرام میذارم و آدرس کانال هم توی کامنت ها و توی ویدیو مشخص میکنم. اگر دوست داشتید میتونید از اونجا مدل ها رو بردارید و تمرینات رو انجام بدید. تمرینات رو میتونید برای من بفرستید و من ایرادات رو مشخص میکنم. خب این قسمت رو هم یه کمی پررنگ تر میکنیم، چشم محو داره. خب حالا میرسیم به بخش مژه ها. البته اولین خط رو میکشم، بعد میریم سراغ مژه ها. ممکنه یه مقدار به نظرتون بیاد که این خط این بالا فاصله بیشتری نسبت به عکس داره، ولی فقط به این دلیله که مژه ها رو هنوز ترسیم نکردیم و این قسمت های تیره گذاری شده رو ما اینجا نمیخوایم انجام بدیم دیگه. حالا برای کشیدن مژه ها. برای مژه ها باید چند تا نکته رو توجه کنیم. همونطور که میدونید مژه ها رو ما در قسمت از خطوط تونالیته دارمون استفاده میکنیم. این قسمت انتها و ریشه مژه هامون خط ضخیمه و نوک مژه
به صورت نازک میره بالا. این چشم خب الان یه مقداری حالت آرایش کرده داره و نسبت به مژه معمولی مژه هاش ضخیم تره. برای کشیدن مژه اول ریشه ها رو میکشیم، بعد ادامهش رو میکشیم. چیزی که باید در کشیدن مژه دقت کنید اینه که در مژه نحوه کشیدن به این صورته که دست داخل کمان، یعنی وقتی که مژه های اینجا رو میخوایم بکشیم دست داخل کمان باشه، باید کاغذمون رو بچرخونیم. به اینجا که میرسیم کاغذ رو به این ترتیب میچرخونیم، اینجا کاغذ صافه و اینجا هم یه مقدار کاغذ اینوری میچرخونیم. خب پس بریم شروع کنیم. خب من اول میخوام این انتها رو اول ریشه رو میکشم و بعد نوک مژه رو میکشم. ریشه است. و اینجا این تیرگی رو ایجاد میکنه. خب برای انتهای مژه به صورت دست آزاد و رها میکشم. مدادم رو عوض میکنم. انتهای مژه ها اینجاست. من یه اندازه کوچیکی میزنم که بدونم حدود مژه‌ام باید تا کجا بیاد. اینجاها فکر میکنم میشه. خب مژه هایی که دسته‌ای ان دقیقاً باید دسته‌ای کشیده بشن. حالا یکم اینجوری میکنم که من اینجوری میکنم تا چشم رو چک کنم. ایجاد دادن عوض میکنم. دقیقاً باید این خودش بکشیم. این چند دسته ای رو من باید ایجاد کنم. مژه ها رو ریشه‌ش رو به این ترتیب میکشیم. خطم که اینجا آمده از مژه ها. خب حالا برم مژه ها رو بلندترش کنم.
دست و کمان اینجا. اینجا رو پررنگ‌تر کنم و ریشه ها رو بیشتر مشخص کنم. ریشه های بیشتری ما اینجا نیاز داریم. ریشه ها رو به این ترتیب میکشیم. خب اینجا هم یکم، حالا البته من خیلی پررنگ نمی کنم چون اینا باید سایه زده بشه. ما الان هدفمون سایه زدن نیست. یعنی چند تا موجه‌ای هم که اینجا مشخصه و باید بکشیم. خب میریم سراغ موجه های پایین. اگه دقت کنید این موجه های پایین دقیقاً از این خط پلک رویش ندارن. یه خطی داریم به نام تیکه، به نام لثه چشم بهش گفته میشه که محل رویش موجه هاست. یه خط خیلی کمرنگ اینجا میکشم. خب حالا میخوایم موجه های پایین هم مثل موجه های بالا دقیقاً دست رو کمان، فقط موجه های پایین یه مقداری کرکی ترن و بعضی از موجه ها رو میشه با مداد اتود کشید. موجه ها نازکن. من شروع میکنم دوباره اینجا رو. بعد موجه های پایین هم اگر دقت کنید چند تا ممکنه با هم دیگه چسبیده باشن. من مثلا این موجه ها رو با مداد اتود میکشم. دوباره یه موجه اینجا داریم که با اتود میکشیم. خب اینم از موجه های پایین.
مژه های پایین و مژه های بالا. اینجا هم چند تا خط اینطوری هست. با مداد اتودم چند تا ریشه کوچیک اینجا رو میکشم و تمام. این تمرینی بود که فقط برای اینکه بتونیم یه جایگذاری داشته باشیم. من اینا رو کم رنگ تر کنم و بتونیم از روی مدلمون یه طرح رو بکشیم. در ادامه شیوه هایپر رئال که با استفاده از پودر مداد و قلمو هست چشم رو ابرو رو میکشیم و آموزش های بعدی رو میبینیم. ممنونم که تا اینجای ویدیو با من بودید. هر اشکالی داشتین کامنت کنید، من پاسخگو خواهم بود. روز خوبی داشته باشید.